با سلام. با آنالیز پینچ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این آموزش میخوایم روش‌های موجود در طراحی شبکه مبدل حرارتی رو در واقع مروری داشته باشیم. یادتون هست که آموزش‌های قبلی عرض کرده بودیم که ما وقتی اگر یک در واقع اطلاعاتی رو از تجهیزات پالایشگاهی داشته باشیم، در واقع در ابتدا بایستی ما استخراج اطلاعات رو در خصوصش انجام بدیم. بعد از اون کامپوزیت کرو هستش که بایستی اونا رو رسم کنیم، چه به صورت جدا و چه به صورت ترکیبی، هم برای جریانات گرم هم برای در واقع جریانات سرد. این کار رو باید انجام میدادیم و بعد به صورت ترکیبی اون رو اول در می آوردیم و بعد از اون کامپوزیت کرو بایستی جریانات گرم و سرد رو اونقدر به همدیگه نزدیک میکردیم تا به اون دلتا تی مورد نظرمون به حال میرسیدیم و اون نقطه پینچ رو پیدا میکردیم. بعد از اون به حال ما قوانین طلایی پینچ رو در خصوصش اعمال میکردیم و نمودار آبشاری یا همون کاسکید دیاگرام بود که مراحل رسمش در واقع خدمتتون عرض کرده بودم. و بعد از اون گرید دیاگرام یا نمودار پنجره‌ای بود که مراحل رسم اون گرید دیاگرام هم خدمتتون عرض کردم و همینطور الان مشاهده میکنید که شما در واقع اون نمای کلی اون گرید دیاگرام به چه صورت هستش. و مثالی رو در این خصوص حل کردیم که قطعا یادتون هست که استخراج اطلاعات داشتیم، اون کاسکید دیاگراممون رو رسم کردیم و اینتروال ها و نمودار هامون رو به هر حال استخراج کردیم. جداولی که کشیدیم و اطلاعاتی که میخواستیم دلتا اچ ها و بقیه مراحل رو به هر حال اونا رو ما استخراج کردیم. کاسکید دیاگرام هستش، نقطه پینچ رو پیدا میکردیم، قوانین طلایی رو در خصوص اون مثالی که حل کردیم رو اعمال کردیم و به جریاناتمون رو به دو قسمت بالا و پایین پینچ تقسیم کردیم و قوانینی که بود در خصوص سی پی ها و بعد بالای پینچ رو ما طراحی کردیم. همچنین پایین پینچ رو با اون اطلاعاتی که داشتیم طراحی کردیم و این هم نمای کلی در واقع آنالیز پینچمون که در خصوص مثال قبلی الان دارید ملاحظه میکنید که به چه صورت هستش. در ادامه باید خدمتتون عرض کنم که در خصوص روش‌های موجود در طراحی شبکه مبدل حرارتی ما دو تا در واقع روش داشتیم، روش MER و روش NMIN. به طور خلاصه در روش MER کپیتال کاست ما رو در واقع در این روش افزایش میده، یعنی ما مثال قبلی رو که حل کردیم با روش به حال MER بود که کپیتال کاست ما رو افزایش میداد و در واقع اپریتینگ کاست ما کاهش پیدا میکرد. ولی در روش NMIN عکس روش در واقع MER هستش، یعنی کپیتال کاست ما کاهش و اپریتینگ کاست ما افزایش پیدا میکرد که روش MER که ما مثال قبل باش در واقع حل کردیم تعداد تجهیزات ما رو افزایش میداد و در واقع برای کشورهایی که انرژی گران هستش ولی هزینه تجهیزات کمتر هستش، از این روش MER استفاده میکردیم. یادمون باشه که در
روش انمین که الان میخوام ازش استفاده بکنیم، با نقص قانون اول پینچ که گفته بودیم گرما رو نمیتونیم عبور بدیم، با عبور یه مقداری انرژی از پینچ در واقع تعداد تجهیزات فرآیندی ما رو به کاهش هستش و بار حرارتی در واقع گرمای منابع خارجی گرم و سرد ما رو افزایش میده. این روش بر خلاف روش قبلی توی کشورهای مناسب هستش که انرژی ارزانتر و تجهیزات فرآیندی گرانتر هستش. پس الان روش انمین رو در خصوص این مثال قبلی که ما حل کرده بودیم رو میایم توضیح میدیم و اعمال میکنیم. وقتی ما از یه نقطه شروع کنیم، تو مثال قبلی اینو داشتیم که از یه نقطه بها شروع کنیم و از یه مسیری مشخصی حرکت کنیم و به همون مسیر و به همون نقطه در واقع برسیم، ما در واقع اینجا الان یک لوپ داریم. در واقع یک لوپ تشکیل میشه که در روش انمین میگه که برای در واقع برای اینکه تعداد مبادله حرارتی رو کم کنیم، باید حلقه ها رو از گرید دیاگراممون پیدا کنیم و اونها رو بشکنیم. وقتی حلقه ها شکسته شد، میتونیم قانون اول پینچ رو نقض کنیم، یعنی با کم کردن اپریتینگ در واقع کاستمون، با کم کردن کپیتال کاستمون، اپریتینگ کاستمون رو در واقع زیاد کنیم. خب در این اسلاید الان مشاهده میکنید که ما بایستی اون حلقه رو در واقع بشکنیم و الان باید مبدلی رو در واقع حذف کنیم که بار حرارتی کمتری داره. یعنی بین این دوتا مبدل که الان ملاحظه میکنید، اون مبدلی رو باید حذف کنیم که بار حرارتی کمتری داره. این 30 کیلووات رو باید حذف کنیم و به مبدل اون 90 کیلووات اضافه کنیم. اما یه مشکلی که اینجا هست، یعنی اون 30 کیلووات رو حذف کردیم، به اون 90 کیلووات اضافه کردیم، شد 120. اینه که دلتا مین ما الان اینجا رعایت نمیشه و اگه حساب بکنیم میبینیم که 70 منهای 65 میشه 5 درجه سانتیگراد، در حالی که دلتا مین ما 10 درجه سانتیگراد بوده. برای حل این مشکل ما بایستی بار حرارتی مبدل رو در واقع کم بکنیم تا اختلاف دما برابر با 10 درجه سانتیگراد برسه و اون کاهش بار رو که انجام دادیم به بار حرارتی هیتر و کولرمون، در واقع اون X رو باید اضافه بکنیم. برای این کار لازم هستش که ما یک مسیر رو تعریف بکنیم که این مسیر یا اون پد در واقع مسیری هستش که دو تا یوتیلیتی رو به هم وصل میکنه، به طوری که از اون مبدلی که اشکال داره در واقع عبور کنه. خب الان مقدار X از مبدل ما کم شده، و به هیتر و کولر ما اضافه شده که این مقدار از در واقع این مقدار X رو باید حساب بکنیم که ببینیم چه مقداری هستش که ما میتونیم این رو از رابطه Q برابر با CP دلتا T محاسبه کنیم که در کل مقدار X ما با محاسباتی که انجام میدیم برابر 7.5 میشه و این 7.5 رو میام از بار حرارتی و مبدل اون کم میکنیم و در واقع به
هیتر و کولرمون اضافه میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید تغییراتی که انجام میشه به این صورت هستش و در واقع شبکه ما طراحی شده. خب طراحی به روش اینیمین هم خدمتتون عرض کردم و در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که استفاده برده باشید. با تشکر.